یه ایده به ذهنمون رسید، گفتیم یه بحثایی رو که راجع به پیرامون کل آیواکس هست، حالا سرویس‌ها، چراییش، اینکه به چه دردی میخوره، چرا بیایم آیواکس، اگه نیایم چی میشه، اینا رو به صورت محاوره‌ای از این به بعد ضبط بکنیم. حالا مورد اولی که انتخاب کردیم بحث یکی از سرویس‌هاست به اسم پنهانسازی و آشکارسازی محتوا. اینو میخوایم راجبش صحبت بکنیم. من فکر کنم خیلی سرویس خوبیه، یعنی چیزیه که واقعا هوشمندانه طراحی شده. این پنهانسازی آشکارسازی که حالا سوال خیلی هم بود، میاد چه اتفاقی میفته؟ شما اگر یه مسئول محتوایی توی فروشگاه خودتون بارگذاری کرده باشید و 3-4 نفر، 10 نفر، 20 نفر، حالا تعدادی اومده باشن اینها رو خرید کرده باشن، حالا یا سابسکرایب کرده باشن صفحتون رو، یا خود محصول محتوایتون رو خرید کرده باشن، شما اگه قصد داشته باشید اینو پنهان کنید، قصد داشته باشید این رو ادیت کنید، میاد چیکار میکنه؟ از گزینه پنهان استفاده میکنید، میان پنهانش میکنید، تغییراتی که روش دادید یعنی مخاطب نبینه، مخاطب نمیبینه تو اون زمان، تغییراتی که توش دادید میزنید آشکار، دیگه از اون لحظه به بعد چه قدیمیات چه جدیدا آپدیتش و اینا. این یه آپشن خیلی مهم هست که میتونید ازش استفاده کنید، خیلی هم دارن الان استفاده میکنن، بهش میگیم پنهانسازی آشکارسازی محصولات.